روز سپیده در برق تار موی تو، سپیده در برق تار موی تو. خسته ای از این کهنه زن، از شب ترس و بندگی، دیگری خاموشی بس از شراره های خون زبان میکشیم به نام زندگی. گلوله از نگاهت آب میشود، زمین ز نور سیراب میشود، که موی تو رمز صبح پیش روز سپیده در برق تار موی تو، سپیده در برق تار موی تو. این تن از آن ما. درودهای انقلابی من را پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. خوشحالم که یک بار دیگه با پخش زنده خیزش مردمی و انقلاب سراسری در ایران همراه شما هستم. هفته‌ای که گذشت هفته پر دستاوردی بود. ما شاهد این بودیم که بیش از 10 شرکت کارگران به اعتصابات عمومی پیوستند و امروز کامیونداران 5مین روز از اعتصاب خودشون رو پشت سر گذاشتند و اینجا یه بسی خوشحالی است که کارگران با اعتصابشون به این انقلاب پیوستند. همونطور که میدونید اعتصاب دانشگاه انقلابه و اعتصاب کارگری ستون فقرات اعتصابات عمومی. امروز ما شاهدیم بودیم که رئیسی مشهور به جلاد 67 سفری به شهر سنندج داشت. شهر همیشه سرخ سنندج که مردم اون از همان روزهای اول سر کار اومدن این رژیم هار و درنده تا به امروز در مقابل این رژیم مبارزه می کنند و در صحنه‌های متفاوت ثابت کردند که جمهوری اسلامی جایی در کردستان ندارد. مردمی که آب سالم دارند، آب پاک دارند، اما با ناکارآمدی مسئولین این رژیم ما میدونیم که در سالهای گذشته آب بیشتر شهرهای کردستان از جمله سنندج آب کثیف و گل‌آلودی بوده و امروز رئیسی فکر میکنه در خیال خامش میتونه که مردم کردستان و از جمله شهر سنندج رو فریب بده. اما نه تنها مردم سنندج و کردستان بلکه همه مردم ایران دیگر فریب جمهوری اسلامی و سردمداران خونریزش را نخواهند خورد. 43 سال فرصت دادند تا ثابت کنند حکومتی هستند برای مردم، اما جمهوری اسلامی ثابت کرد که حکومتی است ضد مردم. وضعیت سیاسی ایران و انقلاب وارد فاز جدیدی شده و پیوستن کارگران به این انقلاب خیز بسیار بزرگی بود. برای ارزیابی از اتفاقات یک روز گذشته و تا هفته گذشته همراه هستیم با 2 مهمان گرانقدر. رفیق صدیق جهانی، فعال کارگری از سوئد و رفیق کیومرث ویسی، فعال کارگری از هلند. رفقا سلام و درود، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در این برنامه در خدمت شما هستم. ممنونم که وقتتون رو برای این برنامه گذاشتید. رفیق صدیق بفرمایید. منم سلام و عرض ادب دارم رفیق عزیز کانی و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت رفیق کیومرث ویسی و همچنین سلام دارم خدمت تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون کامله. خیلی خوش اومدید رفیق کیومرث. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما رفیق کانی و رفیق صدیق و همچنین بینندگان و شنوندگان برنامه. هر 2 مهمان خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. از رفیق صدیق شروع کنیم. خب رفیق صدیق، شما هم از اتفاقاتی که در ایران در حال روی دادنه، از
شعارنویسی روی دیوارها که نقش مرگ خامنه‌ای رو روی اونها ثبت میکنن تا اعتصاب کارگری مطلع هستیم. ارزیابی شما از وضعیت سیاسی موجود در ایران چیه؟ ارزیابی تا به امروز من مثبت. در برنامه‌های قبلی هم من و هم رفیق کیومرث ویسی و همچنین مهمونای دیگه‌ای که شما داشتین و منم همراهی کردم برنامه‌هاتون رو، همه ارزیابی‌ها مثبت. همانطور گونه که قبلا من تاکید کردم، این خیزشی که بعد از مرگ ژینای عزیز شروع شد گام به گام به جلو اومده و ما الان در سطحی هستیم که نارضایتی در حوزه‌های مختلف مضمونی تر میشه، رادیکال تر شده و در حوزه‌های مختلف نوک حمله به سرنگونیه روی این تمرکز کرده. در هیچ جایی ما نشنیدیم و ندیدیم که نارضایتی به لحاظ سیاسی عقب‌گرد کرده باشه، برعکس مضمونی تر شده و هدفش اینه که ما جدا از سرنگونی چیز دیگه این نمیخوایم. این تو حوزه های مختلف همان گونه که گفتم جنبش دانشجویی اینو نشون داد، مرز جنسیتی رو برداشت در دانشگاه ها، در مدارس، معلم ها، پرستارها و اینا اومدن در حوزه خودشون فعالیت هایی از خودشون نشون دادن که اینا مطالبه هاشون وسیع‌تر و فراوان‌تر از اونه که در ابتدای این نارضایتی ما دیدیم و شنیدیم. بنابراین ما الان تو این فاز هستیم و در آینده نه چندان دور این نارضایتی و این سطح از مبارزه تغییر خواهد کرد و ما وارد مرحله جدیدتری خواهیم شد. بسیار سپاسگزارم. رفیق کیومرث، ارزیابی شما چیه؟ همونطور که رفیقمون کاک صدیق اشاره کردن، استمرار این مبارزات و این اعتراضات انقلابی تا کنون تونسته خیلی فشار بی سابقه ای روی حاکمیت بذاره و از واکنش‌های متفاوت سران مختلف رده بالا اینا میتونه آدم اینو بفهمه که چه میزانی از تشدد و هراس و وحشت اینا رو برداشته و این مسئله رو خیلی جدی ارزیابی کردن و باهاش مقابله کردن و این در واقع میشه گفت که تاکنون این حرکات اگرچه کافی نبوده اما به اندازه تونسته بوده که بتونه که فشار بی سابقه روی این دستگاه سرکوب بذاره و این معلومه که خیلی مثبت باید ارزیابی بشه، کما اینکه در تمام رسانه‌های مختلف دنیا ما میتونیم انعکاس اینو بشنویم و واکنش‌های کشورهای مختلف و سردمداران حاکمیت‌های مختلف که تا دیروز با این جنایتکارا به هر شکلی تونستن روابطشون رو ادامه بدن، الان در یه سطح بالاتری از به اصطلاح ژست سیاسی ظاهر شدن در مقابل اینا و این نشون میده که تا چه اندازه حاکمیت ضعیفه و اعتراضات مردم و حرکت‌های انقلابی که تا کنون ما شاهدش بودیم تا چه اندازه تونسته شارک‌های حیاتی و به اصطلاح اعتبار حاکمیت رو زیر سوال ببره و به این اعتبار میتونیم بگیم که این خیلی توانمند بوده. درست قربانی زیادی داشته متاسفانه و حاکمیت تمام تلاشش خودش رو کرده که چهره واقعی خودش رو در رابطه با سرکوب این اعتراضات نشون بده، اما تاکنون این اعتبار رو بخشیده به جامعه که جامعه ایران جامعه نیست که جمهوری اسلامی در طول این 43 سال خواسته تبلیغش کنه و نشون بده به افکار عمومی خارج از ایران و این میتونه اینو به ما نشون بده و به دنیا نشون بده که حاکمیت هرچه بیشتر که به جلو میره ضعیفتر خواهد شد، قطعا به دلایل زیادی از جمله
دلایل اقتصادی که ممکنه اگه شما بعدا در پرسشاتون داشته باشید میشه به این پرداخت. بله بسیار سپاسگزارم. رفیق صدیق رفیق کیومرث اشاره به تشتت سران رژیم کرد و همینطور نگرانی که در حاکمیت وجود داره. میخوام در مورد این بوتون محرمانه که در توسط گروه هکری هک شده در خبرگزاری فارس و این بوتون حاکی از نگرانی سردرگمی سران رژیم هستش و میشه گفت میشه سفر امروز رئیسی رو به سنندج هم در اون نگرانی و تشتت خلاصه کرد. نظر شما در این مورد چیه؟ ببین واقعیت اینه که تا قبل از این نارضایتی به نحوی ارزیابی بود که این حکومت ددمنش جلاده و دیکتاتوره و به همین دلیل بسیار زحمته که صدمه ببینه و به سمت سرنگونی بره. این نمیگم تعمیم بدم به کل جامعه، ولی این ارزیابی تا حدی این طرف اون طرف شنیده میشد و گاهن جاهایی هم آدم میخون. ولی این نارضایتی که بعد از مرگ ژینا به وقوع پیوست نشون داد که نه اینطوری نیست و دیکتاتورها و این حکومت جمهوری اسلامی در اوج دیکتاتوری خودشونه که فلج میشن، سرنگون میشن. این بولتنی که شما اشاره کردی دقیقاً بیانگر این واقعیته که این انسجام درونی، این انسجام بیرونی، این شکل ظاهری که اینا از خودشون نشون میدادن که اینا اقتدارگرن، در داخل منسجمن و در بیرونم در کشورهای مختلف با روحیه اقتدار سیاسی و نظامی ظاهر میشن و برخی از کشورهای دور و بر رو در دست دارن. این بولتون نشون میده که این انسجام رو ندارن. این بولتون نشون میده که اینا به سرنگونی خودشون رو احساس کردن. این شبح سرنگونی رو سرشونه، اینو احساس کردن، کشونده. این واقعیت رئیسی رو به سنندج کشون که وعده هایی به مردم سنندج بده، از این طریق به شهرهای دیگه کردستان بده که ما در پی بهبود اوضاع هستیم، از آبرسانی گرفته تا وعده های کاریابی و بهبود کردن شرایط زندگی مردم. این وعده ها رو ما در عرض 43-4 سال اخیر از سران مختلف جمهوری اسلامی شنیدیم. اگه یادتون باشه چند سال قبلم خود خامنه‌ای به سنندج اومد، بردنش بالای کوه آبیدر، ولی هیچ کدوم از وعده هاش که داد عملی نشد. و این دفعه هم که رئیسی اومده داره تلاش میکنه که از طریق وعده و وعید دادن مردم رو فریب بده که نارضایتی هایی که تو این شهر و شهرهای دیگه کردستان است کاهش بده و به سمتی بره که مهندسی بشن. ولی واقعیت این نیست. کردستان تنها این اولین بار نیست که یه رئیسی سر یه حکومت اومده اونجا. سران مختلف رژیم سالهاست تو این کشور، تو این شهر و شهرهای دیگه کردستان اومد و رفت دارن، منتها هرگز نه از طریق مذهبشون، نه از طریق وعده و وعیدشون و نه از طریق ظلم و کشتن و به رکبار بستن مردم رو نتونستن از هیچ با توسل به هیچ چیزی نتونستن مردم رو ساکت کنن. این مردم انقلابی هن. این مردم سیاسی هن. این مردم تاریخاً در مقابل این رژیم قرار گرفتن و روزی که اینا سر کار اومدن صندوق هاشون رو آوردن تو این مناطق که آری به جمهوری اسلامی یا نه، صندوق هاشون رو خالی برگردوندن، به جمهوری اسلامی رأی ندادن.
الان هم تو این شرایط انقلابی که ما قرار گرفتیم بعیده و محاله و هرگز جمهوری اسلامی نخواهد توانست مردم رو ساکت بکنه. این دیگه تموم شده. این تمام کارت هایی که جمهوری اسلامی داشته با ازشون استفاده کرده دیگه این کارت ها سوخته است. متاسفم که برخی احزاب سیاسی و به قول شخصیت هایی هم قبل از اومدن رئیسی تعدادی آخوند در نناله شهری که یه شهر در بیرون از شهر سنندج تجمع کرده بودن، بیانیه رو خوندن. اینا گفتن که آره آخوندهای کرد در جبهه انقلابی و اومدن بین مردم در جبهه ما هستند، در جبهه مردم هستند. منتها امروز نشون داد که همین آخوندها در دور رئیسی ایستادن، پشترش نماز میخونن، دستشون میبوسن. میخوام بگم که این آخوندهایی که امروز هر روزی پوستی رو عوض میکنن، هر روزی با عینکی ظاهر میشن، اینا همون مفتیزاده زمان سال 57 هن که با جمهوری اسلامی همکاری میکرد، برنامه ریزی میکرد که جوانای انقلابی شهر سنندج رو بکشه. بنابراین از طریق آخوند کردم و احزاب به قول معروف این چنینی هم جمهوری اسلامی نمیتونه پایگاهی در بین مردم کردستان داشته باشه و همچنین در بقیه مناطق ایران این واقعیت داره، ما میبینیم عمل میکنه. صدای مردم رو ما میشنویم، از زاهدان گرفته تا خوزستان تا کردستان و دیگه مناطق ایران. دیگه این کارت هایی که جمهوری اسلامی بازی میکنه باش دیگه این تموم شده و این هیچ خاصیتی نداره و مردم هیچ اعتباری براش قائل نیستن و نخواهند. بله سپاسگزارم رفیق کیومرث. خب رفیق صدیق در مورد این بتون محرمانه حرف زد که هک شده. تو این مدارکی که هک شده به روشنی دیده میشه که سران رژیم و در رأس اونها خامنه‌ای داره صدای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو میشنوه و صدای مرگ خودش یا میشه گفت ناقوس مرگ خودش رو شنیده. شما در مورد این مرگ رژیم، سرنگونی رژیم که خود سران رژیم و از جمله خامنه‌ای صدای اون رو شنیدن و همینطور هرج و مرجی که در ساختار درونی خود رژیم هست، نظرتون چیه؟ بله همینطوره که اشاره داشتید. معمولا حاکمیت هایی که پایه اجتماعی ندارن در بزنگاه هایی که جامعه مطالبه گر میشن و ساختار رو به چالش میکشن به وضوح میشه به اصطلاح یه نوع بی‌نظمی که تا قبل از اون سابقه نداشته رو در تمام سطح‌های مدیریتیشون مشاهده کرد و این بیشتر از همه نشون میده که تا چه اندازه اینا هر کدومشون در هر رده مدیریتی و امنیتی هستن رقابت دارن با هم دیگه و در عین حال هراسیدن از این موج عظیمی که در خیابانها ظاهر شدن و دیگه به چیزی بجز حذف و نبودن جمهوری اسلامی راضی نیستن. منتها در عین حال در همین به اصطلاح بولتون و چیزهای دیگه که پخش میشه گاهی یا حک میشه، آدم میشه وقاحت اینا رو بیشتر مشاهده کنه و اونم این دروغ‌ها و ظاهرسازی هایی هست که در رسانه های خودشون و رسانه های وابسته خودشون خارج از مرزانشون میخوان نشون بدن که اوضاع آنطوری که گفته میشه نیست و سرکوبا آنطور که گفته میشه نیست. ولی اینجا بیشتر این نمایان میشه اینا تا چه اندازه واقفن و با برنامه و نقشه قبلی به کشتار و آدم کشی و کودک کشی به اصطلاح جلو رفتن و در عین حال بر این اعتقاد هستند که اگه به هر درجه‌ای به مردم به اصطلاح
امتیاز بدن و فضا رو براشون مهیا کنن که مطالباتشون رو متحقق بکنن درش، این آغاز قدم برداشتن در به طرف مرگ حاکمیته. و از این جور بوتونا و به اصطلاح مدارکی که ما بعضا میبینیم بیشتر از همیشه به اصطلاح بی‌نظمی در صف سرکوب را هم میشه نشون داد، میشه متوجه شد و در عین حال یه پیامی میده به جامعه، یه پیامی میده به مردم که ما اگه دست در دست هم و اگه به شکل هماهنگ منظم و سراسری نیرومونو برای مطالبات و خواسته های انسانیمون که چیزی به جز انقلاب و نبودن این حاکمیت ننگین نمیتونه باشه، اگه بتونیم در اون شکل ظاهر بشیم، قطعا توان مقابله و سرکوب اینا به شدت پایین میاد و ریزش های مختلفی در ابعاد متفاوتی که اینا دارن میشه نمایانگر بشه و شاهدش باشیم. ولی بیشتر از همه اینه که ما رو متوجه میکنه که اینا تا چه اندازه میخوان اینا رو اولویت بندی کنن، این اعتراضات و حرکت های انقلابی و چگونه میخوان به وسیله رسانه هایی که در اختیار دارن اینا رو اولویت بندی کنن و ازش خبر بسازن و این خبرها رو نسبت به اتفاقاتی که در جامعه در جریانه، نسبت به حرکت های انقلابی که در جامعه در جریانه، اینو بخوام یه ابزاری ازش در بیارن که به شکلی مردم رو به کجراهه ببرن و در عین حال به نیروهای خودی هم بتونن روحیه بدن و روحیه بخشی داشته باشه در این به اصطلاح انعکاس صداشون، که هم مردم رو بتونن سر جاش بنشونن و در عین حال صفوف خودشون رو منظم تر کنن. اما به نظر من این خیال خامیه، نمیشه این کارو کرد، نمیتونن چون اعتراضا مستمر هست و حرکت هایی که در خیابون وجود داره درست گاهن فراز و نشیب هایی داره و جاهای مختلفی ممکنه به شکل کوتاه مدت اون رویه رو پیش نبرن، ولی به دلیل وضعیت معیشتی که در ایران مسئله حیاتی بودن این اعتراضات، اینا نمیتونن از دست این حرکت ها جان سالم به اصلاح به در ببرن و در واقع هر چیزی که بخوان اینا، هر فریبکاری که بخوان اینا در دستور کارشون بذارن، مردم با حضورشون و با اعتصاباتشون و با شعارهاشون، مخصوصا که الان داره رو به تعمیق بیشتری میره که برگرفته از حرکات و مطالبات روزانشونه، حاکمیت رو بالاخره سر جاش خواهند نشون و امیدوارم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته که قربانی کمتری داشته باشه. متشکرم رفیق صدیق. برگردیم به برگ زرین این انقلاب که پیوستن کارگران بیش از 10 شرکت به اعتصاباته. شما نظرتون در این مورد چیه؟ در اینکه خب با توجه به اینکه بیشتر مهمونای ما در مورد تجربه سال 57 میگن و اینکه چطور کارگران نفت با بستن شیر نفت تونستن کمر رژیم پهلوی رو بشکنن و اونو سرنگون کنن. اما اگر بخوایم این تاریخ رو با تاریخ سال 57 مقایسه کنیم، در این انقلاب کارگران با سرعت بسیار بیشتری به انقلاب پیوستن، به مردم پیوستن و به اعتصابات سراسری پیوستن. ارزیابی شما در این مورد چیه؟ در برنامه قبلی هم تا حدودی اگه یادت باشه به این موضوع هم پرداختیم. ببین، طبقه کارگر و جنبش کارگریش و کلن شرکت ها و کارخونه ها و همه اینا رو اگه حساب کنیم، مجتمع هایی که کارگر روزانه توش کار میکنه اگه در نظر بگیریم، شبیه جنگل وسیع میمونه. خب از دور اگه این جنگل رو نگاه بکنی ممکنه خیلی چیزا رو نبینی. در داخل این جنگل میتونه خیلی مسائل باشه، خیلی چیزای مختلف باشه که آدم باش هنوز روبرو نشده. و در مورد طبقه کارگر و حرکت‌های اعتراضیش و مؤثر بودنش خیلی بحثا شده و در مورد انقلاب 57 و نقش کلیدی صنایع نفت، کارگران شرکت نفت هم در این رابطه
خب صحبت شده، اسناد هست، این تجارب هست. ولی اگه کلا نگاه بکنیم، یعنی بگیم از شروع انقلاب 57 تا روزی که شاه فرار کرد حساب بکنیم، میبینیم که سرعتی بیشتری پیدا کرده این حرکت انقلابی و این خیزش در حوزه‌های مختلف سرعتش بیشتره، جنبه سیاسی بودنش بیشتره و کارگرها بیشتر از اون اوایل انقلاب 57 بیشتر از اونی که من فکر کردم به این خیزش پیوستن. هنوز زوده که نقاط کلیدی، مراکز کلیدی وارد این خیزش بشن. خب معلومه که موانع‌هایی هست، این موانع‌ها نمیشه برطرف نکرد. اینا حتما آدمایی هست، فعالینی هست، به این فکر میکنن، به اون کار میکنن، ولی تا این حد، تا این سطح از مبارزه کارگرها اومدن میدان، کارگرای حوزه های مختلف اومدن اعتصاب کردن و این اعتصابشون بخشن سیاسی نه مطالبات اقتصادی. این نشون از یه واقعیت میده که اینا خیز برداشتن، موانع های ابتدایی خودشون رو برداشتن و به سمتی میرن که آره ما خوشبختی خودمون و آینده بهتر خودمون رو در گرو سرنگونی رژیم میدونیم. این یه واقعیت. پیامی این حرکت کارگری که اخیراً شروع شد اینه و اینو میشه نتیجه گرفت که با این سرعت هم در آینده نچندان دور این سرایت بکنه به مراکز مختلف کارگری و مجتمعهای مختلف دیگه هم به این خیزش انقلابی بپیوندن. معلومه که در فضای مجازی و ما از راه دور عملا نمیتونیم کاری در این زمینه انجام بدیم، ولی اگه یادت باشه کمونیستا تاریخاً بر تبلیغ، بر ترویج، بر سازماندهی تأکید کردن و این حوزه ها رو مؤثرترین چیزی خوندن، دیدن که از این طریق است که میتونی با نظام سرمایه‌داری مقابله بکنی، با کارفرماها مقابله بکنی و اینا رو به زیر بکشی. تبلیغ یعنی این که کارگرها و مزدگیرهایی که تو مراکز کارگری باید به آینده خودشون و آینده انسانی خودشون رو در گرو این بدونن که اگه این رژیم بره، آینده بعد از این رژیم چی خواهد شد. تنها مسئله اقتصادی نیست که واقعا ما، خب آدم میتونه با دست تنگی در فقر هم زندگی بکنه، خیلی سختی هم بکشه ولی نمیره، ولی به عنوان یه انسان، حرمت انسانی داشتن در یه جامعه مدرن و برابر، اینکه بچه ها، خانم ها، تمام دور و برهایی که ما داریم در اون جامعه زندگی میکنیم چطور به حرمت انسانی خودشون نگاه میکنن. و بعد بعد اقتصادیش که معلومه که وقتی این جمهوری اسلامی برکنار بشه، خب طبیعتاً یه چیزی بهتری جانشین این خواهد شد. به لحاظ سیاسی هم فعالین کارگری، بخصوص فعالین سوسیالیست، باید این امیدو به کارگرها بدن. اونایی که قول معروف هنوز به منافع خودشون آشنا نشدن، هنوز مثلا نگرانی دارن که مثلا ممکنه این رژیم تا سرحد سرنگونی بره ولی سرنگون نشه. خب اگه سرنگون نشد، خب میان منو میگیرن، اخراجمون میکنن. اینو نباید در نظر گرفت. این ابهام، این ناروشنی، اینا رو باید فعالین کارگری که داخل هر مجتمعی هستن این به قول معروف نگرانی ها رو باید جواب بدن و سازماندهی بکنن، امید بدن. و اینه که به نظر من میتونه جاسوسایی که در کارخونه ها هست، حراستی که وجود داره
موانع هایی که هست، بسیج هایی که درست کردن تو اون مجتمع کارگری، از اینا هم عبور بکنن. خب خیلی کارگر، لشکر کارگر بیشتر از تعداد جاسوس، تعداد بسیج، تعداد حراسته. اگه نگرانی های اولیه این کارگرها در مجتمع های مختلف برطرف بشه و به آینده دورتر و امیدوارتر، آینده بهتر فکر کنن، به نظر من این وضعیت فعلی که الان دارن به سادگی برطرف میکنن و به سمت یه حرکت وسیع انقلابی میرن و میپیوندن به این حرکات دانشجویی، جنبش زنان و جنبش انقلابی که در کردستان وجود داره. این به نظر من شروع شده و پیام این حرکت کارگری که الان آغاز شده همینه که جریقه‌اش رو ما در آینده نچندان دور در مراکز مختلف کارگری خواهیم دید و خواهیم شنید. شما از آگاهگری گفتین، از اینکه خب کارگران از این نگرانی در بیارن. به نظر شما این وظیفه کارگران آگاه و پیشروه که با هم طبقه هاشون صحبت کنن، در مورد آینده روشن بگن، یا وظیفه کمونیستا و احزاب و خلاصه انسان‌های آزاده و آزاد اندیش و پیشرو؟ نقش اصلی رو کی باید کنه؟ ببین، من یه تجربه خودمو بگم. من دوره تو شرکتی به اسم شرکت ثابت کار میکردم. خب نارضایتی وجود داشت، معاش ما رو نمیدادن، وضعیت نامطلوبی داشتیم. خب صاحب کار وعده های مختلفی میداد که این ماه بعدی میدیم. خب این ماه به ماه میرفت به چند ماه و عملا ما مثل برده کار میکردیم، هیچی هم عایدمون نمیشد. و تعدادی شروع کردن با کارگرها که کم نبودن صحبت کردن. شبا به خونه‌های همدیگه میرفتیم، همدیگه رو میدیدیم و سر این موارد صحبت میکردیم. خب همه کارگرها پیشرو نیستن، همه کارگرها فعال کارگری نیستن، همه کارگرها سازمانده نیستن، همه کارگرها سوسیالیست و انسانهای کمونیست نیستن. طبیعیه. ولی خب به طور واقعی هر انقلابی رو دوش یه تعدادی پیشروه که اینا انقلاب و سازماندهی میکنن، اینا اعتصاب و سازماندهی میکنن، اینا نارضایتی رو به پیش میرن، اینا امید میدن به هر نارضایتی. ما تو اون شرکت بودیم، حدوداً 7 تا 8 نفر فعال که قبلا هم سابقه عجیب و غریبی نداشتن، پیش افتادن، جلو رفتن، کارگرها را متقاعد کردن، همه با هم اعتصاب کردن، همه با هم یکی شدن، نارضایتی خودشون اعلام کردن و تمام معاشی که نداده بودن یه جا پرداخت کردن. قضیه اینه که قدرت ما در اتحادمونه، در سازماندهیمونه. بیش از این نیست که تا اون درجه‌ای که ما تو این نارضایتی چند ماه اخیر بعد از مرگ ژینا جلو اومدیم، تا اون حدی که، تا اون سطحی که ما متشکل بودیم، هماهنگ عمل کردیم، گوش دادیم به سازمانده های میدانیمون، تا اون حدم جلو رفتیم، دستاورد داشتیم و ما اینا رو میبینیم. این یه واقعیتیه. خب احزاب سیاسی، بخصوص احزاب سوسیالیست که حوزه کارشون جنبش کارگریه، خب اینا وظیفه اصلیشونه که باید در این زمینه فعال باشن و موانع‌هایی که اگه هست به لحاظ نظری، به لحاظ سیاسی بردارن که خب کارگر تو هر مجتمعی باشه، کارگر ناسیونالیست باشه، مذهبی باشه، سوسیالیست باشه، سندیکالیست باشه، شورایی باشه، هرچی باشه، استثمار شده است. یه جا استثمار میشه، نه؟ خب این استثمار شامل همه کارگران میشه. خب سر این ما باید متشکل بشیم. وقتی ما متشکل شدیم، خب اون موقع است که نه تنها جمهوری اسلامی، مالکان و صاحبکاران جلو میرن، جا خالی میدن، وعده میدن. خب تو اون وضعیت هم که ما گام به گام جلو خواهیم رفت و گوش نمیدیم به اینا. این تاریخ انقلاب، تاریخ تمام نارضایتی ها و انقلاباتی که در سطح نه تنها ایران، در سطح بین المللی هم این واقعیت اتفاق افتاده.
از کموناردهای پاریس گرفته تا انقلاب 1917 و تا انقلاب 57 ما که من خودم مثل جوان توش بودم، این واقعیت نشون میده که فعال کارگری سازمانده، انسان سوسیالیست، انسان رادیکال میتونه در بزنگاه‌های تاریخی خیلی چیزا رو یه طرفه بکنه، امید بده به دور و برها. اما اگه در بین کارگرها هست، در بین دانشجوها هست، نگرانی هایی هست، این نگرانی ها برطرف بشه. خب فعال حزبی بیشترین وظیفه رو سر اینه، رو دوشو اینه. حزبی که خودشو طرفدار رهایی طبقه کارگر میدونه تو این حوزه باید دیگه بیشتر فعال باشه. اینکه بحثایی که به لحاظ نظری که اتحادیه بهتره، سندیکا بهتره یا این مدل دیگه در حال حاضر جواب نمیده. الان کمیته های اعتصاب ممکنه این مشکلات امروزی رو برطرف بکنن، اما واگره‌های اگه هست برطرف بکنه. اینم باید مراوده های اجتماعی، همدیگر دیدن ها، ملاقات ها، تماس های حضوری، نشست ها در این زمینه، آدمایی که در مجتمعات مختلفی هستن خب همدیگر رو میبینن، میرن از نقطه به نقطه دیگر، از شهری به شهری دیگر، از شرکتی به شرکتی دیگر تماس میگیرن و این موانع ها رو همه با هم برطرف میکنن. اینطوری نباشه، اینطوری نخواهد شد که در یه مجتمعی 5 روز اعتصاب بشه، خب مشکلاتی برای جمهوری اسلامی کارفرماها را ایجاد خواهد کرد، ولی بعد از 10 روز 15 روز این دیگه میخوابه، از یه گوشی دیگه هفت‌تپه دوباره سر بلند میکنه، هفت‌تپه میخوابه، بعد شرکت واحد میاد میدون. این ناهماهنگی وجود داره. این بیانگر اینه که ما هنوز پراکنده هستیم، ما جنبش کارگری هستیم به معنای واقعی خودش به میدان نیومده، از اون ابزار کلاسیک خودش که اعتصابه هنوز استفاده نکرده و ما باید به سمت این بریم که این اعتصاب عمومی بشه و سراسر ایران رو در بر بگیره. این اتفاق بیفته دیگه به نظر من بولتن‌های جمهوری اسلامی بیشتر میاد بیرون، سرانشون بیشتر به تزلزل میفتن. خب نیروهایی که الان احساس قدرت میکنن میان این طرف و اسلحه‌هاشون رو زمین میذارن و کنار میرن. به نظر من قضیه بر سر اینه، ما چطور چه فرمولی رو باید پیدا بکنیم این اما و اگرها رو، این ناهماهنگی رو، این پراکندگی رو ما برطرف کنیم. این در گرو کمیته های در محل در میدان باید ایجاد بشه. لازم نیست اطلاعیه سر این کمیته ها داده بشه، لازم نیست اینا رو علنی بکنن، ولی در جلسات حضوری خودشون میتونن سر این موانع، سر این مشکلات حرف بزنن و نهایتاً به این نتیجه برسن. این به نظر من راهکار اصلی در حال حاضر و ما هم مثل حزب سیاسی هرچی که به لحاظ سیاسی تجربه های خودمون رو که اگه داریم بیان خواهیم کرد، تجربه های بین المللی که هست اینا بازگو خواهیم کرد که خودشون هم فعالین کارگری که الان در میدون هستن، در اون جامعه هستن، با این وضعیت دست و پنجه نرم میکنن، همه این واقعیت ها رو میدونن. من ادبیات این فعالین کارگری رو سالهاست میخونم، واقعا سوسیالیستن، رادیکالن، زبده هستن، آبدیده هستن و من موندم چرا این اتفاق هنوز نیفتاده و من عجله ندارم سر این واقعیت. اینه که قبلا هم گفتم این جنبش گام به گام جلو میره و دستاورد بزرگی خواهد داشت و ما اینو خواهیم دید. بله سپاسگزارم رفیق کیومرث. همونطور که رفیق صدیق اشاره کردن، مطالبات کارگران اشاره خیلی کوتاهی داشتن به صنفی سیاسی. ما در این مدت در دو ماه گذشته، میشه گفت در 75 روز گذشته، بیشتر اوقات که فراخوان به اعتصاب عمومی داده شده نقد گرفتن که خب مردم در خیابون ها هستن، چرا میخواین اونا رو به خیابون برگردونید. و هستن کسایی هم که میگن کارگران مطالباتشون صنفیه.
اما ما دیدیم که در چند روز گذشته کارگران کامیونداران در همراهی با مردم معترض و در اعتراض به سرکوب و خشونت عریان رژیم دست به اعتصاب زدن و حتی سوخت ترمیمی هم بهشون تعلق گرفت، اما اونا نپذیرفتن و دست از اعتصاب نکشیدن. نظر شما در این مورد چیه و اهمیت اعتصاب کارگران رو برامون بگید؟ بله، معلومه که جامعه رو فقط طبقه کارگر تشکیل نمیده و اساساً لایه‌ها و بخش‌ها و قشرهای دیگری از جامعه هستن، باید هماهنگ و در یک ارتباط به اصطلاح اجتماعی واقعی با همدیگه خودشون رو هماهنگ کنن و مطالبات و خواسته هاشون رو در یک جایگاه خاصی با همدیگه در این توازنی که میشه اینو پیش برد مطرح کنن. اینی که اعتصاب، چرا اگه مردم در خیابون هستن ممکنه شکایتی بوده باشه که گفتن شما مردم رو به خونه برمیگردونی، این غیر واقعیه به نظر من، چون اعتصاب میتونه در عین حال یه نظم دهندگی هم به کل حرکت‌های اجتماعی که در حال حاضر در خیابونا هست بده و کل ساختار حاکمیت رو بیشتر به چالش بکشه. همونطور که شما اشاره کردیم ما 5 روز شاهد بودیم که کامیوندارا اعتصاب کردن. در همین زمان خیلی کوتاهی میبینیم که نیازهای حداقلی خیلی جاها تامین نشده. خیلی از جاهای دور افتاده‌ای مثل سیستان و بلوچستان و اینا گاز مایع بهشون نرسیده. و مسئله دیگه ای که هست، اگه این هماهنگ و هدفمند نباشه ممکنه به عکس خودش تبدیل بشه و اینه که باید اینا فکر شده تر از اینی که بعضیا صرفاً به دلیل اینکه قابل فهمه که دوست دارن بیشتر و سریعتر مسئله به جلو بره و درست هم هست در عین حال. و هر روز که این حاکمیت حضور داشته کشتار بیشتری رو ما شاهد بودیم، ولی در عین حال پدیده‌های اجتماعی نظمی داره که این نظم باید به وسیله اون فعالینی که در میدون هستن و فعالینی که درک واقعی از حرکت‌های اجتماعی دارن سنجیده بشه، در عین اینکه تلفات کمتری بایستی داد، اینا رو هماهنگتر و با یک قدرت به اصطلاح غیر قابل انکار و غیر قابل سرکوبی اینو به جلو برد. هرچه بیشتر اعتصاب ما شاهدش باشیم به همون اندازه حرکت‌های اجتماعی نظم پیدا میکنه، اعتراضات خیابونی نظم پیدا میکنه، نیروهای حاکمیت بیشتر دچار به اصطلاح بی‌نظمی میشن. و در عین حال ما فقط به اینو عرض بکنم نگاه بکنین، همه سانسور، این همه به اصطلاح فریبکاری و چی میگن بهش، تحریف حرکت هایی که در خیابونا هستن، این تحریف برای چیه؟ حاکمیت اینو به خوبی میدونه که اگه این اتفاقا، این حرکت هایی که در جریان هستش خودش رو هماهنگ بکنه و خودش رو هدفمند بکنه، دیگه سرکوبش براش غیر ممکنه. و این مسئله اصلی اینجا که اعتصاب شما اشاره داشتید، این اعتصاب من فکر میکنم یکی از نقطه های کانونی و مرکزیشه که میتونه اینا رو به هم گره بزنه. اگه این اتفاق نیفته و این هماهنگی که پیش داره میره اتفاق نیفته، حاکمیت راحت میتونه سرکوب کنه. اگه اینا سراسری نباشه، اگه اینا مثلا کسبه باش درگیر نشن، لایه‌های مختلف کارگری با هر گرایش و با هر دیدگاه سیاسی و با هر جایگاه اجتماعی که دارن باش به اصطلاح پیوند نخورن، این میتونه نقطه پاشناشیلی باشه که حاکمیت از اون سوء استفاده بکنه برای سرجانشوندنش، برای سرکوب بیشترش. اینه که من فکر میکنم برخلاف اینی که تصور میشه که به اصطلاح اعتصاب و فراخوان اعتصاب ممکنه دقیق نباشه در بعضی شرایط، اتفاقا اینجا میتونه اینجوری نیست و میتونه خیلی امیدبخش و در عین حال تمرکزگرا باشه و جلوگیری کنه از انشقاقی که تا حالا ما شاهدش هستیم. بله، سپاسگزارم.
رفیق صدیق، زمان برنامه ما کم کم داره به اتمام میرسه. به عنوان سال آخر میخواستم ازتون بپرسم که درسته که کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. در برنامه قبلی که با هم صحبت کردیم نمیتونستیم پیش بینی کنیم که این انقلاب تا به امروز دوام میاره یا نه و دیدیم که درسته که مردم ایران تاوانهای بسیار سختی رو دادن. خاک ایران، سراسر خاک ایران به خون آغشته شد و متاسفانه جوانای عزیز جونشون رو از دست دادن. اما در کوتاه مدت با توجه به حرفایی که زده شد و واقعیات عینی که ما داریم میبینیم روزانه در ایران، در کوتاه مدت آینده این انقلاب رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببین، در اون بولتنی که قبل از برنامه اشاره کردی اشاره شده که بیش از 75% ساکنان جامعه ایران خودشونو در جمهوری اسلامی نمیبینن، خودشونو در برنامه‌های جمهوری اسلامی نمیبینن، خودشونو خارج از جمهوری اسلامی میبینن و این بیش از 75% که این خودشونو گفتن مخالف جمهوری اسلامی. من اینا گفتن 75%، من میگم بیشتر. خب اکثریت جامعه‌ای که مخالف یه حکومت باشه، این حکومت راهی جز سرنگونی پیش روی خودش نداره. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی با از راه سرکوب تونسته این همه سال عمر بکنه. تنها چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته قتل عام، جلاد بودنشه، شکنجه دادن مردمه. این جنایت ها و این جلاد بودنشه که جمهوری اسلامی تا امروز مونده و این 75% امروز که اینا خودشون اشاره میکنن ممکنه سالهای قبل که خمینی اومد تا این حد نبود، ممکنه کمتر بود، ولی سال به سال نارضایتی، فاصله گرفتن، ریزش از جمهوری اسلامی، فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی بیشتر شده. در جامعه ایران بنیه اصلی جمهوری اسلامی که اسلام شیعه است به چالش کشیده شده. جوانایی که در زمان خود جمهوری اسلامی به دنیا اومدن امروز لایق و لامذهب و سوسیالیستن. اینا رو خودشون میگن، لازم نیست که من و تو از راه دور اینا رو توضیح بدیم، این یه واقعیتی همه میبینن. بنابراین این 75% که من میگم بیشتر اکثریت جامعه رو در بر میگیره، این اکثریت راهی جز اتحاد، یک پارچگی و سرنگونی جمهوری اسلامی رو پیش روی خودش نداره. این نارضایتی که الان ما میبینیم به این سمت میره، داره اینو تعقیب میکنه. زمانش کی این جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه به نظر من کار بسیار سختیه، تحلیل نمیشه کرد، نمیشه کد داد. هر انقلابی زمان بره و این جمهوری اسلامی هم زمان خودش رو میخواد تا سرنگون بشه. خب این 75% که بیشتر هم هستن هنوز متشکل نشدن، ولی تا این حدی که متشکل شدن به میدون اومدن، این بولتن ازشون بیرون اومده، صدای انقلاب رو شنیدن، خودشون نمیگن. از اقتدار افتادن، خودشون نمیگن آشکار در تلویزیوناشون. از ریزش نیروهاشون صحبت میشد، الان ما میبینیم. این واقعیت ها دیگه عرصه نظامی و نظامیگری و کشتار و شلیک کردن اینا هم تازه جواب نمیده. از هر چی که تونستن استفاده کردن. هزاران نفر رو الان در این چند مدت 75 روز زندانی کردن. صدها انسان بیگناه و تو خیابونا کشتن. بیشتر از این ممکنه 2-3 هزار نفر دیگه مردم رو بکشن. بیش از این نخواهد بود. این مردم دیگه بر نمیگردن. این مردم راهی جز متشکل شدن و سرنگونی جمهوری اسلامی رو در پیش روی خودشون ندارن. به نظر من جمهوری اسلامی رفتنیه، ولی
چه روزی چه ماهی برای من دشواره اینو پیش بینی بکنم، ولی چیزی که من میدونم و بهش معتقدم اینه که این نارضایتی نمیخوابه. این ممکنه مثل رفیق کیومرث هم گفت گاهن هفته کاهش پیدا بکنه، هفته بعد بیشتر بشه. این نوسان خصوصیت هر انقلابیه، هر خیزشیه، ولی این حرکت های کوچولو، این حرکت های پراکنده به سمت اتحاد میره و این راه رو طی میکنه و این اماگرها رو از بین میبره، موانع ها رو برطرف میکنه. 100% جمهوری اسلامی رفتنیه. این تصمیم مردمه. صدای انقلاب در این بولتن آدم میبینه و این 75% که الان خودشون تأکید میکنن دیگه اینا مرگشون حتمیه. این نظر منه و ارزیابی من اینه که جمهوری اسلامی راه جز فرار، سرنگونی نداره و من پیشنهادم اینه که اونای سران رژیم تعدادشون میتونن فرار بکنن، امکان دارن، ولی اونایی که بقیهشون که میمونن تو اون جامعه باید زندگی بکنن. از همین امروز بهتره که از جمهوری اسلامی کنده بشن قبل از اینکه به دادگاه‌های تاریخی مردمی کشونده بشن. پروندهشون اگه امروز کناره گیری بکنن سبکتره تا روزی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و اون موقع اونا پشیمون بشن. این پاسدارا، این بسیجی ها، این لباس شخصی ها راهی جز فرار ندارن. اینا در تمام کارخانه ها، در تمام کارگاه ها، در تمام مدارس، در تمام دهات و محله ها شناسایی شدن، راهی جز فرار ندارن. این یه واقعیتیه و این انقلاب شروع شده و به نظر من به نتیجه خواهد رسید. ممنونم ازتون رفیق کیومرث. خب شما نظرتون در این مورد چیه؟ همونطور که رفیق صدیق گفتن پیش بینی آینده این انقلاب نمیشه، کسی نمیتونه اونو پیش بینی کنه واقعا، اما از اون چه که پیداست در کوتاه مدت شما چی میبینید؟ آیا مردم ایران محکوم هستن به پیروزی؟ بله حتما اینطوریه. یعنی راه حل دیگه ای نیست برای برون رفت از این مشکلاتی که 43 سال درست شده و قطعا ممکنه نشه و درست هم نیست برای مسائل سیاسی و حرکت‌های اجتماعی که هر پدیده‌ای میتونه اونو دستخوش تغییر کنه زمان بندی گذاشت، ولی قاعدتا این حاکمیت با کارنامه سیاهی که داره از اول تا کنون بخش زیادی از جامعه اونو نخواستن و در حال حاضر اکثریت جامعه بهش نمیگن و کسانی هم که در کنارش وایسادن و دارن به هر دلیلی ازش دفاع میکنن خودشونو دارن آماده میکنن برای اینکه راه خودشونو به اصطلاح جدا کنن از اینا، ولی چون فعلا قدرت سرکوبش هست و اعتراضات در اون حدی هماهنگ نشده و هنوز میتونن سرکوب کنن به هر دلیلی کنار حاکمیت وایسادن، ولی قاعدتا سرنوشت محتوم تمام دیکتاتورها مثل صدام و مثل قذافی و دیکتاتورهای دیگه‌ای که در تاریخ بوده هست و این به اصطلاح پایان ننگین اینا و اینا رو در سطح اشغال تاریخ انداختن خودش یه به اصطلاح پدیده بیگانه ای نیست. همه مردم دنیا اینو میشناسن، ولی هرچه زودتر کسانی که در جنایت و قتل و آدم کشی شرکت نکردن به قول دوستمون اگه خودشونو کنار بکشن قاعدتا راحت‌تر میتونن خانوادهشون رو حفظ کنن و راحت‌تر میتونن در زندگی ادامه زندگی که خواهند داشت بعد از به اصطلاح از بین رفتن این جلادان مدارا میشه بیشتر داشته باشه با اون نظام نوینی که سر کار میاد و جمهوری اسلامی هیچ برنامه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی سیاست خارجی نداره که بتونه خودش رو حفظ کنه. مطمئناً با تخریب زیرساخت‌ها و دزدی‌ها و اختلاس‌های چند میلیاردی که داشته این جامعه رو نمیتونه دیگه کنترل کنه.
این جامعه رو نمیتونه نگه داره. با همون سرکوب و امنیت نظامی هم که تا الان تونسته اینو نگه داره، از این به بعد دیگه توان اونو نداره و قطعا پایانشون نزدیکه و امیدوارم که هر چه زودتر شاهد این نبودن این جنایتکارا باشیم. بله رفیق کیومرث، هم شما هم رفیق صدیق اشاره کردیم به اینکه اونایی که دستشون در کشتار مردم بوده کناره بگیرن. خب ما میدونیم که این روزا خیلی از مزدورهای محلی ما میشنویم و میبینیم که حتی میبینیم که چطور میان و به مردم میپیوندن و از خودشون فیلم میگیرن و در سوشال میدیا پخش میکنن. وظیفه مردم برای اینکه این افراد رو به سمت خودشون بکشونن و از جمهوری اسلامی اونا رو بکنن چیه به نظر شما؟ قاعدتا مردم میدونن و مردم هیچ وقت خواهان خشونت نبودن و تاریخ اگه نگاه کنی اکثر خیانت ها و کشت و کشتار و خشونت و به اصطلاح سرکوبی که در جامعه وجود داشته از طرف حاکمیت بوده. مردم تاریخاً رفتارشون با کسایی که از توحش فاصله گرفتن و از به اصطلاح خودفروشی و جنایت فاصله گرفتن رفتار انسانی و مهربانانه‌ای بوده و قطعاً در این شرایطی هم که ما درش قرار داریم مردم به دلیل اینکه فاصله دارن با توحش، با خشونت، با رفتارهای پرخاشگرانه‌ای که به اصطلاح خاص حاکمیت هاست این فرصت رو میدن و این شرایط رو مهیا میکنن که همزیستی بیشتری وجود داشته باشه با کسایی که جنایت نکردن، در کشتار مردم دست نداشتن و کارهای جنایتکارانه و به اصطلاح آدم کشی در کارنامه‌شون نیز استقبال میکنن از این مردم. و قاعدتا ما دنیایی رو آرزو میکنیم که درش خشونت نباشه. ما دنیایی رو داریم تلاش میکنیم که درش آدما بتونن با هر گرایش فکری که دارن، با هر تفکری که دارن، در کنار هم در یه ساختاری که دین و دولت هست هم جدا باشه بتونن زندگی بکنن. و امروز مردم من فکر میکنم با برخوردهای اجتماعی که ما میشنویم و میبینیم این بستر رو خودشون فراهم کردن که کار ریزش کسایی که با حاکمیت هستن راحت تر بشه و خود این به قول شما ضبط کردن و یا ویدیو پخش کردن این کسایی که تا امروز با این حاکمیت ننگین بودن خودش میتونه این فضا رو به ما نشون بده که فضا رو چقدر امن برای خودشون میدونن و فضای انسانی رو تصور میکنن که میان در صف مردم قرار میگیرن. امیدوارم که ما شاهد پرشماری این پدیده باشیم. بله وقت برنامه ما به اتمام رسیده. خیلی خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان گرامی، رفیق صدیق جهانی فعال کارگری از سوئد و رفیق کیومرث ویسی از هلند فعال کارگری. متشکرم که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید. خیلی ممنونم رفیقانی عزیز، تشکر از این که منو به این برنامه دعوت کردی. خیلی ممنون، لطف کرد. و متشکرم از شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کماله که یک بار دیگه تا پایان این برنامه با من همراه بودید. روزها، هفته‌ها و سالهای بسیار زیبایی در انتظارمان هست. به امید اون روز تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. برای زن زندگی آزادی برپا خیز، برای زن زندگی آزادی برپا خیز، برای زن زندگی آزادی. به نام زن، به نام زندگی رها شویم ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود که با جوانه ها صدا شویم. من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم İro geldi ki şerrecini ezdekim kurti uramani Bemrine yare gella giunta Dijiye kitiya popular İro
geldikin şerrecini ezdikim kurdi و رامانی. امروز توده ها برای زندگی می جنگند. نیروی من را گرداریم